5 سریال واقعی که میخکوبت میکنه. دوست داری داستان‌های واقعی رو ببینی که از هر فیلم تخیلی هیجان انگیزترن؟ امروز قراره 5 تا سریال شاهکار رو بهت معرفی کنم که دیدنشون یه تجربه فراموش نشدنیه. اولین سریال چرنوبیل. تصور کن یه اشتباه کوچیک چطور میتونه یه فاجعه اتمی جهانی رو رقم بزنه. این سریال با دقت خیره کننده این ماجرای انفجار نیروگاه چرنوبیل رو روایت میکنه. از آدم‌هایی که برای خاموش کردن آتش جونشون رو فدا کردن تا دولت‌هایی که برای پنهان کردن حقیقت هر کاری کردن. حادثه چرنوبیل یکی از تکان دهنده ترین سریال های تاریخه. این سریال انقدر جذابه که امتیاز 9.4 رو از IMDb گرفته و برنده 10 جایزه امیه. اگه دنبال یه سریالی هستی که هم آموزنده باشه و هم جذاب، چرنوبیل رو از دست نده. دومین سریال اسمش تاجه. پشت این تاج طلایی دنیایی از سیاست، قدرت و چالش‌های شخصی پنهونه. این سریال ماجرای زندگی ملکه الیزابت دوم رو از زمان جوونی تا سالهای حکمرانی روایت میکنه. دیالوگ‌ها، طراحی صحنه و بازیگری، همه چیز توی این سریال بی‌نظیره. مخصوصاً اگه به تاریخ علاقه داری، این سریال برات عالیه. برنده 21 جایزه امی و یکی از پرمخاطب ترین سریال های نتفلیکس. سریال سوم نارکوها. این سریال داستان یکی از خطرناکترین مردان جهان، پابلو اسکوبار رو به تصویر میکشه. مردی که با امپراتوری مواد مخدرش دنیا رو به زانو در آورد. این سریال تقابل بین پلیس و کارتل‌های مواد مخدر رو نشون میده. هیجان، استرس و قدرت نمایی پابلو اسکوبار رو توی هر لحظه این سریال حس میکنی. این 3 فصل فوق‌العاده امتیاز 8.8 رو از IMDb گرفته. اگه عاشق سریال های جنایی و واقعیت های تلخ هستی، این سریال مخصوص توه. سریال 4 وقتی آنها ما را دیدند. این سریال یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ آمریکاست. داستان 5 نوجوان بیگناه که به اشتباه متهم به جرمی شدند که انجامش ندادند. داستانی از بی‌عدالتی و تلخی سیستم قضایی رو نشون میده و کاری میکنه نتونی چشم از صفحه تلویزیون برداری. این سریال نامزد 16 جایزه امی شده. اگه دنبال سریالی هستی که به فکر فرو ببره، حتما ببینش. I don't think we should admit to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. و سریال آخر جوخه برادران. این سریال حماسی داستان واقعی سربازان آمریکایی در جنگ جهانی دومه. صحنه‌های جنگ، رفاقت‌ها بین سربازا و ایثار این افراد این سریال رو به یکی از بهترین و ماندگارترین آثار جنگی تبدیل کرده. برنده 7 جایزه امی با امتیاز 9.4 از IMDb. اونایی که عاشق سریال‌های جنگی و تاریخی هستن نباید این سریال رو از دست بدن. این 5 سریال واقعی رو حتما باید ببینی. کدوم یکی رو قبلا دیده بودی؟ کدومو اول شروع میکنی؟ نظرت رو توی کامنت ها برام بنویس. اگرم که ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و کانال کافه فیلمینو برای معرفی سریالای بیشتر سابسکرایب کن.